کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نوعه سینای شهر دوشنبه به طور فوری بعد صادر شدن جنایت ساکن قبلا سود شده 29 ساله جماعت سرکشتی نوعه رودکی دوباره برای دزدی دستگیر شده است. او روز 22 اپریل ساعت تخمینا 16:40 در پایتخت در داخل میکرواتوبوس رقم 48 از جزدار یک جوانزن 21 ساله ساکن نوعه سینو با راه پنهانی همیان این زن را که در داخلش 166 سامانی، 100,000 ریال ایرانی، 500 ایورو، 12,500 سوم ازبکی بود دزدیده از جای حادثه غیب زده است. به او اکنون برای تکرارا دست به دزدی زدنش از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. همین طور یک جوان 19 ساله ساکن جماعت جیلکول نویه دوستی به آن گمان بر می شود که شب 22 اپریل تخمینا ساعت 01:30 وارد مغازه زن 49 ساله ساکن امین جماعت شده از آنجا لباسهای زنانه و 2 دستگاه برقی صدا دهنده را دزدیده است. رحیم جان رحمان ساکن 38 ساله جماعت چهارتپه نوعه رودکی به آن گمان بر می شود که روز 8 فوریه به باوری یک زن 34 ساله ساکن شهرک سامانیان در آمده ماشین تمغه کرایسلر سال برادرش 2008 را 60,000 سامانی نرخ کرده گرفته است. این خریدار به زن وعده داده است که در کوتاه‌ترین مدت پول ماشینش را می‌دهد ولی تا حال پول را نداده است.